همیشه با یک موضوع روبروستیم و یک مسئله را همیشه به گوشهای ما میاد یا در مورد کسای دیگه ما ذکر میکنیم. مثلا میگیم احمد موفق شد، علی ناموفق عمل کرد، محمود تا جایی را موفق بود، یا در مورد خود ما میگیم که شخصی موفق هستیم یا شخصی موفقی نیستیم. در کل اینمی کلمه موفقیت بخوایم نخواهیم در امور زندگی ما و همین قسم تجاری و یا هم زندگی شخصی، هر گونه که از هر دید و هر نگاهی که ببینیم یک کلمه است که تکراری است. امروز در این برنامه به این مسئله میپردازیم که کلمه موفقیت چی است و چه چیزایی را ما باید توقع داشته باشیم. آیا برداشت ما در قبال از که موفقیت چی است درست است یا خیر؟ تا آخر برنامه را با ما همراه باشید. درود و سلام. بازم به یک برنامه آموزشی از کانال اقتصاد و تجارت خوش آمدید. در این برنامه ای را به بررسی میگیریم که کلمه موفقیت چی است و تا چی اندازه برداشت ما از این موضوع درست است یا ما تا کدام قسمت از راه را درست آمدیم. آیا ما هم میتونیم موفق باشیم یا خیر؟ در این برنامه این مسئله را به بررسی میگیریم که موفقیت چی است. ولی قبل از این موضوع که ما خود ما به تعریف موفقیت بپردازیم و جنبه های موفقیت را بیان کنیم، یک مسئله را شما میپرسم. در داستان کوتاهی که فعلا میخوایم براتون ذکر کنم، شما باید بگوین که کدام از اینا موفق عمل کرده، علی یا فاطمه. علی و فاطمه دو تا خواهر و برادر که از قضا همسنف هم هستند. اینا در قسمت درس، مسائل درسی و تمام چیزا به صورت مساویانه عمل کرده، یاد داشته. ولی در خط مثال امتحانی که از اینا برگزار میشه، علی هدفش ای است که 40 نمره رو باید اخذ کنه و فاطمه هدفش ای است که 100 نمره کامل باید بگیره. طبیعتا دخترها زحمتکش و درس خوانتر هستند. بعد از اینکه نتایج اعلان میشه، معلوم میشه که فاطمه 97 یا 98 نمره گرفت، ولی علی موفق شده که 65 نمره بگیره. علی شاد است اما فاطمه افسرده. به نظرتان چه تفاوتی داره؟ در حالی که فاطمه بسیار بالاتر از علی نمره گرفته. اصل موضوع موفقیت هم اینمی موضوع است، یعنی هدفی را که ما برای خود تعیین کردیم. اگر دونمو هدف برسیم یعنی ما موفق بودیم و موفق شدیم، ولی اگر به اونمو هدف نرسیم ما موفق نبودیم و موفق عمل نکردیم. حالا علی 40 نمره میخواست ولی 65 گرفت. در واقع علی موفق بود، بسیار بیشتر از موفق بود. ولی فاطمه در حالی که تلاش کرد و 97 نمره را کسب کرد، این آدم به خاطر که دونمو هدف اصلی خود که 100 نمره بود نرسید، دچار ازی شد که موفق نباشه و از نظر خودش باعث ناامیدی خودش شده، یعنی نتونسته به اون هدف خود برسه و موفقیت کسب کنه. کلمه موفقیت یک مفهوم بسیار پیچیده و چند جنبه است. قسمی که از داستان معلوم میشه یا مشاهده میشه این است که موفقیت میتونه از شخص به شخص دیگه متفاوت تر باشه و این یک مسئله بسیار پیچیده و همین قسم چند جنبه است. به صورت خلاصه موفقیت میتونه دستیابی به اهداف، آرزوها، استانداردهای زندگی و اجتماعی باشه که یک شخص برای خودش تعیین میکنه. موفقیت تعریف مختلفی داره. مثلا موفقیت شخصی، یک شخص میخواد که مهارت‌های خود توسعه بده. یعنی مثلا فرض کنین که من شخصا زبان انگلیسی و پشتو رو بلد هستم، در کنارش میخوایم زبان آلمانی رو یاد بگیرم. اینمی زبان آلمانی در واقع یکی از اگر من او رو یاد بگیرم و بیاموزم، در واقع من یک گام یا اونمو موفق شدیم، یک موفقیت جدید کسب کردیم. ممکن است یک شخصی یا هم موفقیت حرفه‌ای باشه. ممکن است ما بخوایم که ارتقا پیدا کنم یا پروموشن بگیرم یا هم معاشم افزوده شود. اگر آل 10,000 میگیرم مثلا 6 ماه بعد 15,000 بگیرم، یا مثلا یک سال بعد 15,000 بگیرم، یا 2 سال بعد 20,000 بگیرم.
پس این یک مسئله حرفه‌ای هم میتونه باشه. موفقیت میتونه موفقیت‌های اجتماعی باشه. یعنی مثلا فرض مثال بگیر که در یک اجتماع وارد میشین، در یک مسئله یک مجلس است، یک چیز دیگه است، کلگی بر شما احترام میگذاره. این هم میتونه برای یک شخص یک موفقیت باشه. یا مثلا یک شخص میخواد که او رو در اجتماع کلگی بشناسه. خب از پایین قریه که تا آخر قریه رو میره، کلگی باید رو بشناسه که فلانی اینی کار است و اینی کار رو میکنه. یعنی اینمی شخص اینمی اهدافش است و اینمی تلاش میکنه که اونمو موفقیت ها را کسب کنه یا دونمو درجه برسه که همگی او رو بشناسه. پس میتونه که موفقیت ها از دید اجتماعی هم تعریف شود. و در قسمت دیگه که بسیار انفرادی و شخصی میشه، میتونه موفقیت های مالی باشه. فرض مثال یک نفر میخواد که آزادی مالی داشته باشه، دیگه نمیخواد کار کنه در یک شرکت، یا مثلا خودش کار کنه، یا مثلا یک خانه بسیار لوکس داشته باشه، یا یک موتر بسیار خوبش داشته باشه. اینا هست اهدافی که در قسمت مسائل مالی یک نفر قرار داره و رسیدن به اونا برای یک موفقیت برمغان میاره. در صورت کلی میتونیم که بگوییم که موفقیت از یک شخص به شخص دیگه متفاوت تر است. ممکن است یک شخص ایره یک هدف مالی در نظر بگیره، یکی هدف اجتماعی، یکی هم در قسمت خانواده و دیگه مسائل. پس شما هم باید متوجه این مسئله باشین که اصلا شما تعریفی که از موفقیت برای خودتان دارین چه چیزی است و چگونه است. با درک موضوع شما میفهمین که آیا موفق عمل کردین یا نکردین. حالا که تعریفی از موفقیت داشتیم و بررسی کردیم که میتونیم موفقیت از کدام دیدها و بعدها بررسی کنیم، این جنبه های از این موفقیت میتونیم هم بررسی کنیم. یعنی اگر بخوایم که موفق شویم چه چیزایی باید داشته باشیم، چه چیزایی باید مد نظر داشته باشیم. در قدم اول به خاطر رسیدن و موفق شدن باید یک هدف مشخص داشته باشیم، یعنی هدف گذاری کنیم. این هدف ما ممکن است که شخصی باشه، اجتماعی باشه یا مالی باشه. مثلا من میخوایم که در 6 ماه آینده 60,000 افغانی یا 1 لک افغانی پسنداز داشته باشم. پس این یک هدف است. اگر در این مدت زمان ما به اون هدفم برسم، در واقع ما موفق شدیم. در صورتی که نرسم، یعنی ما موفق نبودیم. مسئله دیگه ای که موفقیت میتونه متأثر از او باشه، تلاش و پشتکار است. فرض مثال ما قرار است که در 1 سال آینده، مثال گپش، در 1 سال آینده من میخوایم که یک زبان جدید بیاموزم. مثال قبل میگم، مثال زبان آلمانی رو میخوایم بیاموزم. تلاش و پشتکار ما این به ما ثابت میسازه که آیا من میتونم این زبان رو بیاموزم یا خیر. ممکن است که من روزی 1 جمله یاد بگیرم یا روزی 2 جمله. اینمی دونمو موفقیت عمومی ما بسیار تاثیرگذار است. اگر من مثال 1 ماه رو بگم که والا من اینمی هدف ماندیم که 1 سال دیگر من آلمانی رو یاد بگیرم، ولی 1 ماه کار میکنم و 11 ماه دیگه شه برو بخیر پناهید به خدا، یعنی که در خط مثال اگر دوباره بررسی کنم من موفق نبودم. یعنی اینمی خودش بر از من یک ناکامی به بار میاره. مسئله دیگه که در قسمت موفقیت میتونم برتان ذکر کنم، تعادل هم است. شما باید یک تعادل بین مسائل مالی، فامیلی، خانواده، ارتباطات، این چیزهایتان باید برقرار کنید. این خودش میتونه یک موفقیت باشه. مثلا کسی است که میگه من تحصیلات میکنم، خب 1 ماه تو 1 سال لخانه از خانه دور باش، 2 سال، 3 سال، 4 سال، ولی تو هیچ وقت نمیخوای با فامیلت باشی، یعنی تعادل در زندگیت نداری. یا مثلا اصلا دوست و رفیق و چیزا نداره، فقط یک اتاق داره و اونمو کتابایش است. پس اینی تعادل وجود نداره در این قسمت. یا مثلا یک نفر در قسمت امور مالی خود بسیار تلاش میکنه، ولی برای فامیل، سایر مسائل خود، تفریح و این چیزا اصلا توجهی نمیکنه. تعادل وجود نداره. باز هم میتونیم بگیم که این شخص موفق عمل نکرده، یا خودش شاید زمان برسه که بگم والا من موفق نبودم. این اتفاق افتیده و شاید هم برای هر شخص دیگه بفته. یعنی شما اگر میخواین که موفقیت کسب کنین و موفق باشین، باید مسائل مثل برنامه ریزی، تلاش و پشتکار و تعادل در زندگی را مد نظر داشته باشین. دیدگاه های متفاوت هم در قسمت موفقیت موجود است. این دیدگاه ها میتونه مثبت باشه یا منفی، فرق نمیکنه.
ولی در کل میتونیم که اینمی دیدگاه ها را یک نگریش شخصی بیان کنیم. یعنی از شخصی به شخص دیگه بسیار متفاوت است. مثلا من آدم میخوایم که اینمی کانال یوتیوبم 1000 سابسکرایبر داشته باشه و این مونیتایز شود. ولی شخص دیگه هدفش چی است که میگه نه، من یک کانال یوتیوب رو اندازی میکنم و از طریق ازی برنامه های دیگه یا محصولات شرکت خود تبلیغات میکنم. یا مثلا یک شخص دیگه است میگه من میخوایم که بیشترین وقت با فامیلم بگذرانم. پس در این قسمت ها هر کسی تعریفش از موفقیت میتونه منحصر به فرد و شخص خودش باشه و در صورتی که نتونه اونمو اهداف یا به اونمو اهداف برسه یعنی موفق عمل نکرده. و مسئله‌ای که بسیار در قسمت موفقیت میتونم براتون ذکر کنم این است که این رو باید همیشه مد نظر داشته باشین. بدون از اینکه موفقیت یک مسئله شخصی است، یک فرایند است. یا به صورت بسیار عادی و خلاصش براتون بگم، موفقیت خودش یک سفر است. شما برای باید با یک دیدی یک سفر فکر کنین. مثلا میخواین که از یک نقطه به نقطه دیگه برسین، به این فکر نباشین که ما به اون نقطه رسیدم کار تمام است. باید شما علمی مسیر را که ادامه میتین باید ادامه داده برین، ببینین که تا کجاها را میتونین برسین. فرض مثال هدفتان اگر ای است که شما قادر شوین که هر ماه برای 10 فامیل نیازمند مثلا خوراک های اولیه را برشان تامین کنین، باید اگر توانایی را پیدا کردین که اونمو 10 فامیل نیازهایش را تامین کنین، باید در تلاش باشین که 10 فامیلتان 12 کنین، 12 را 15، 15 را 20. یا مثلا شما میخواین یک زبان را یاد بگیرید، زبان یاد گرفتین درست است، میتونین درک کنین، میتونین بر طرف مقابلتان پیامتان برسانین و تفهیم کنین، ولی این پایان راه نباید باشه. دوباره باید ادامه بدین و هر روز مسائل جدید را در اون قسمت بیاموزین و استفاده کنین. به صورت خلاصه موفقیت میتونه از شخصی به شخص دیگه بسیار متفاوت باشه. یعنی هر شخص میتونه یک تعریف خاص خودش داشته باشه. موفقیت میتونه در جنبه های مختلفی از زندگی اتفاق بیفته. ممکن است یک هدف شخصی باشه در قسمت مهارت ها، یا هم در قسمت امور مالی، یا هم در یک قدرت اجتماعی. ولی سوال اصلی که در اول برنامه گفته بودیم ای بود که آیا ما در قسمت ای که ما موفق هستیم یا نیستیم، یا هم شخصی مورد نظر موفق بوده یا خیر، این رو باید نظر به اهداف شخصی مورد نظر بررسی کنید. اگر شما هدفتان ای است که یک موتورسیکلت بخرین ولی او را خریداری کردین، در واقع شما موفق بودین. ولی شخص دیگه میگه نه، این باید یک موتر می داشت، پس موفق نیست، پس او درست نگفته، غلط گفته. یعنی هدفتان اگر موتورسیکلت بوده یا موتورسایکل، در واقع شما موفق بودین. این می قسمه که این برنامه را آموختین، اهداف را برای خودتان تعیین کنین و ببینین که برای رسیدن به او اهداف چه زمان را نیاز دارین و چگونه میتونین برزو برسین. البته در برنامه های آینده این را بررسی میکنیم که اهداف چی است و چگونه باید هدف داشته باشین. ولی تا او زمانه شما را به خدای یکتا و به همتا میسپارم. موفق باشید.